اینی که می‌بینی همسن منه، یعنی تقریبا 20 سالشه. این کادویی که یه نفر 20 سال پیش به مامانم هدیه داده. چند سالی هست که من ازش نگهداری میکنم. این دو تا قسمت سایه‌شه، این قسمت روژگونه پودریه داره، رژ لبه نمیدونم. پایینش هم پنکیک و پودر و براش و اینجور چیزاست. اولین براشو برمی‌دارم، قهوه‌ایشو میخوام بزنم. شانس بیارم خرابش نکنم. آینه گنده داره دیگه، آینه نیاز نداره. سراغ پنکیک و برانزر که چند تا رنگ داره. هم پدش بوده که من خرابش کردم. اصلا پودری نیست. عروس هلندی داره واسهتون میخونه. من به عنوان برانزر یا حالا کانتور استفاده کنم. اصلا خوب نیست. بابت صداها عذرخواهی میکنم. قسمت بعدی روژگونه است. نه روژگونه این رنگی نزدم. اصلا لک شد. و در آخرم میرسیم. بچه‌ها یادم رفت. دو تا قسمت دیگه هم داره. خط چشم و ریمل و خط لب و 3 تا گلیتر داره. اینجا هم تمام رژ لب بوده که فقط الان یه دونش مونده. قرمزم هست. وی واتکس میده. برای لب اینو داریم و برای چشمم این. عالی. مداد چشمه که اصلا نمیکشه. دو تا گوگلی هم داریم که یکیش ریمل آبی بوده، چند که ریمل مشکیه که دوستان ندارمش ولی خب تغییر. بیاین از این گلیترش هم استفاده کنیم. چه سفته. شاید من بلد نیستم با رنگاش کار کنم، وگرنه اینا بود انقدر بد میشد. اینم شد از میکاپ با لوازم آرایشی 20 سال پیش. ازتون نظر نمیخوام چون میدونم افتضاح شدم. راستی هر سالی دارین زیر همین ویدیو برام بنویسین. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا. بای بای.